من به نوبه خودم از تک شما سپاسگزارم و سلام خدمتتون میگم. خیلی خوشحالم که در جمع شما هستم. امروز همونطور که برادرم میشه گفت، امروز ما دوره برادرمون شبان عزیزمون ناله رو میکشیم و این وقت رو به من داد و انجام وظیفه کنم برای عیسی مسیح و خود شمان و برای شما خدمت بذارم. خیلی خوشحالم در این ساعت. چیزی که من آماده کردم برای امروز اسمش هست چرا خدا انسان شد. نه این برای ما که از زمینه اسلام اومدیم خیلی سخته، خیلی دیرم باز میشه برای شخص. چرا خدا انسان شد؟ به خاطر همین بود که خداوند انسان رو رها نکرد و آزاد دیگه نگذاشت که بره، ولی به دنبالش خداوند به دنبال انسان آمد روی زمین. در بعد انسانی، در بعد انسانی اومد روی زمین در جسم عیسی مسیح خدا. چون تنها راه اومدن برای صلح و آشتی بین خودش و انسان تنها راهی بود که خدا دنبال کرد انسان. به این رسیده که صلیب رو برافراشت. 5 تا هدف داشت. 5 هدف داشت که دنبال انسان بود. اول من یه مقاله هست میخونم، بعد میریم سراغ اون 5 هدف که خداوند برای ما و شما و همه ما داشت برای نجات انسان. میگه اون چه قطعیت دارد این است که هر انسانی با میل خود و آگاهانه حقیقت را رد میکند قبل از ایمان آوردن به عیسی مسیح را هم صورت و بتاعت را دنبال میکند. واقعا که خیال دل انسان از طفولیت بد است. اشاره به نفس انسان میکنه. در طفولیت از باغ عدن که آغاز شد، نجات انسان رو از اونجا دنبال میکنه و طفولیت میگه به خاطر اون نفس اماره، نفسی که در بذرش در باغ عدن کاشته شد با نااطاعتی این دو تا شخص، آدم به حوا. که یه اشاره کوچیک میکنم فقط، در بیرون باغ وقتی که این دوتا رافته شدن بیرون از باغ، اگر نگاه کنید اون چیزهایی که کتاب مقدس در وجود انسان میذاره تا زمانی که ایمان نداره مشخص است. کینه، عداوت، حسادت و 10 تا و هم که در فرمان هم حالا پشتبندش بعد اومد، ولی اینها چیزهایی هست که در وجود نطفه انسانه. برای همین است انسان محکوم به گناه است، چون در تمام طول زندگیش گناه را انجام میده. ما اگه به خودمون بررسی کنیم، خودمون رو نگاه کنیم، که اون بیش حالا صادق باشیم، یه بار دروغ گفتیم اما هم کافیه. یک چراغ قرمز 10 تا چراغ قرمز، از 10 تا رو باید جریمه بدید، یکی هم باید جریمه مجازاتش رو باید بدید. این تا اینجا. و اما بریم چرا خدا انسان را محکوم کرد. یه سند دیگه رو من ارائه میدم. پولس رسول در رومیان باب 3 آیه 10 تا 18 را من میگه حتی یک نفر نیست که کاملا نیک باشد، کسی نیست که بفهمد یا جویای خدا باشد. همه آدمیان از خدا رو گردانیدند، همگی از راه درست منحرف شدند، حتی یک نفر. وقتی میگه حتی یک نفر، اگه بگی آقا شامل پیامبران دیده، آقا پیامبر بود. من اشارم به نطفه است، نطفه گناه‌آلوده که در انسان حساب کرد. من به اون دارم اشاره. ممکنه پیامبران در طول خدمتشون فانی بودن،
ولی اون نطفه باید که در عهد جدید خداوند به نیقودیموس هم حتی میگه تو باید از سر نو مولود بشی، از نو تولد روحانی پیدا جویای خدا باشد. همه آدمیان از خدا رو گردان، همگی از راه درست منحرف شدن، حتی یک نفر نیکوکار نیست. گلویشان مثل قبر روباز است، زبانشان را برای فریب دادن به کار میبرند و از لبهایشان سخنان مهلک مانند زهر مار جاری است. دهانشون پر از دشنام هست. دیگه در جامعه میبینیم همون در دشنام زننده است و پاهایشان برای خون ریزی تندرو است. جنگا را ما داره میبینیم در کشور خودمون با گلوله ها، اعدام ها، زده‌بند ها، زناها، زناکاره، همه چیز هست در جامعه خودش کشور ما. میخوام فقط بخوام که انسان گناهکار رو معرفی و هر جا که میروند ویرانی بدبختی به جای میگذارند و راه صلح و سلامتی را نشناختند. خدا ترسی به نظر ایشان نمیرسد. پس اگر وضع انسان چنین وخیم است، خودش قادر به نجات خود نیست. چه کار باید بکنم؟ برای این خدا انسان شد. برای این موضوع خدا انسان شد و اومد روی خدا روم است. باید در یک کالبدی در یک انسانی ظاهر میشد و در تمام انسانهای روی زمین پیامبران نمیشد. چرا؟ چون تمام اونها از نطفه انسان زاییده شده بودند. پس اون نطفه درشون بود و اون ویروس در انسان بود، هیچ رقم نمیشد. خودش هم کار اون انسان را انجام داد که انسان شد، اومد روی زمین تا قربانی گناهان بشر شد. مسیحیت به این سوال چنین پاسخ میدهد: نخست باید تعدیلی در طبیعت اتباع شده او صورت گیرد. تعالد روحانی او صورت گیرد، آنگاه خاص اراده او برای بازگشت به سوی خدا دارای تاثیر و قدرت خواهد شد. بنابراین برای نجات و رستگاری انسان از این وضعیت وخیم هلاکت ابدی لازم است که از یک طرف کاری که از سوی خدا برای او انجام شود و از طرف دیگر خود او نیز مایل پاسداری دو تا هم. یک، قدم اول خدا برداشته برای ما روی صلیب، بخشش گناهان ما برای قربانی داده، تمام کارا رو او کرده. قدم دوم، به این ترتیب میتواند گفت نجات انسان دارای دو بخش است. اول کاری که خدا باید انجام دهد، دوم قدمی که انسان باید بردارد. مطابقت از کلام خدا و ایمان آوردن به عیسی مسیح. وقتی ما ایمان میاریم قدرتی میاد در ما و اون قدرت است. میگه اگر کسی در یک چای افتاده باشه هیچ رقم نمیتونه خودش بیرون بکشه، مثلا شاید عمیق در 20 متری. باید یک نفر بیاد، اون یک نفر بیاد تنابی را بندازه و اون فرد رو از چاه هلاکت یا از چاه تاریکی بیرون بکشه. این سهم خداست که برای ما انجام میده. با تناب عیسی مسیح ما را از چاه هلاکت و از گل و لجن، همونطوری که مزمور میگه، بیرون کشید و جای پای ما را محکم کرد و محکم ساخت تا خدای حقیقی و واقعی را بشناسیم. انسان به این دلیل انسان شده. میریم سراغ 5 موردی که من گفتم، 5 هدفی که خدا داره. اون 5 تا رو با هم دیگه دنبال میکنیم. چرا خدا انسان شد؟ 5 هدف داشت.
شماره یک، خود را به ما بشناسونه. اولیش که خودش رو به ما بشناسونه. کولسیان یک 15 تا 20. یه خود چیز کنید، حوصله به خرج بدید. آیا آرا ما می‌کنیم که مشخص کنید که کولسیان یک 15 تا 22. کسی خواد یادداشت کنه یادداشت کنه که او صورت خدای نادیده است، فرزند ارشد بر تمامی آفرینش، زیرا همه چیز به واسطه او آفریده شد. آنچه در آسمان و آنچه بر زمین است، دیدنی ها و نادیدنی ها، تخت ها به فرمان روایان، ریاست ها و قدرت ها، همه موجودات به واسطه او و برای او آفریده شد. او بیش از همه چیز وجود داشت در اصل و همه چیز در او قوام دارد. او بدن یعنی کلیسا را سر است، سر این دو کلیسا که مسیح. او سرآغاز به نخست‌زاده از میان مردگان است تا در همه چیز برتری از آن باشد. زیرا خوشنودی خدا در این بود که با همه کمال خود در او ساکن شد. این چیزی بود که اولش بود. این شماره یک بود. و اما دو با ما همدرد شود. با ما همدرد شود. آره، میتونیم اشعیای 53 رو یادی بکنیم. داری که تا مادر میگین اگر میشه 53 4 تا 6 دو تا آیه است. خوب گوش کنید لطفاً به این دعایه، ولی بخواستید بخونید برید منزل همه را بخونید یا بابو کامل بخونید. لیکن او غمهای ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر خویش حمل نمود و ما او را از جانب خود زحمت کشیده و مظلوم و مبتلا گمان بردیم و حال آنکه به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تأدیب سلامتی ما بر وی آمد و از ضعفهای او ما شفا یافتیم. جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود و خداوند گناه جمعی ما را بر وی نهاد. آمین. ببین قشنگ هم درد شد با ما، دردای ما را به جان گرفت. تمام اینها ماله که مسیح کشید قبل از صلیب، بروی صلیب، قبل از صلیب شلاق خوردنش، آبدان ریختن رو، همه بدبختی ها را مال ما بود و کشید. دردای ما را هم کرد تا ما با خدای پدر آشتی کنیم، تا ما در صلح و صفا آشتی کنیم. و این دردای اون میزها مال ما بود، در دستای من شما، در پاهای من شما و ما او همه را به جان خرید. چرا که اگر ما جریمه گناه خودمون پرداخت میکردیم، اینو خدا را میدونست که اومد انسان. اگر خداوند که میدونست ما این جریمه را بخوام خودمون پرداخت کنیم، رستاخیزی بعدش نبود برای انسان. انسانی زنده نمیموند، نمیتونست زنده بشه. اگر مصلوب میشدیم یا اگر ما را با اون تناب مجروح میکردن به هر چیزی، ما دیگه زنده نمیتونیم. ولی اومد هم ما را برای دنیای بعدی آماده کرد، روی صلیب جریمه را پرداخت، از همه مهمتر عدالتش هم اجرا کرد. هم عدالت خدا اجرا شد، هم ای که ما حیات ابدی رو داشته باشیم. شکر به چنین خدایی. شماره 3 را میخونمش. آمرزش گناهان. برای آمرزش گناهان ما بمیرد. غلاطیان میخونم 2 غلاطیان 2 بله
آیه 22 تا 24 رو میخونم. غلاطیان 22 20 تا 21 ببخشید. غلاطیان 20 تا 21. با مسیح بر صلیب شدم و دیگر من نیستم که زندگی میکنم. پولس داره میگه با مسیح بر صلیب شدم و دیگر من نیستم که زندگی میکنم، بلکه مسیح است که در من زندگی میکنم و این زندگی که اکنون در جسم میکنم با ایمان به پسر خدا. آمین. که مرا محبت کرد، جان خود را به خاطر من داد. فیض خدا را باطل نمیشمارم، زیرا پارسایی را از راه شریعت به دست میآورد. پس مسیح بیهوده مرد. اگر مسیح نمی‌مرد ما در شریعت میمونیم و هیچ رقم هم نمیتونستیم حکم شریعت را اجرا کنیم. یک نشد. همون دروغ نگو، حسادت نکنید، پدر مادرت رو در فرمان و دقت نگاه کنید، نمیتونستیم به اجرا دریم. از طوفان نوحی دیگه خدا باید راه میداد دوباره. از نو باید دوباره یک طوفان دیگه راه میداد، تمام انسانها رو دوباره میکرد. ولی خودش انسان شد، اومد بر روی زمین در مسیح عیسی تا ما رستگار شدیم. شماره دوباره 4 رو میکنم. 4 انسانی تازه به وجود آورد. انسانی تازه به وجود آورد. افسوسیان 4 22 تا 24. 4 22 شما آموختید که باید به لحاظ شیوه زندگی پیشین خود اون انسان قدیم را که تحت تاثیر امیال فریبنده دست خوش فساد بود از تن بدرآورید. این هدف خدا بود. باید طرز فکر شما نو شود. انسان جدید بسازید. انسانی نو از من شما بسازید. انسانی که به شباهت فرزندش کلام هم میگه یه چشم از خودم نمیگیم، همه از کلام. باید طرز فکر شما نو شود و انسان جدید را در بر کنید که آفریده شده است تا در پارسایی و قدوسیت حقیقی شبیه خدا شبیه یا باشید. این هدف 4. و اما هدف 5. هدف 5 خدا سرمشقی برای ما بر جا گذارد. سرمشقی برای ما بر جا بگذارد. افسیان 5 1 و 2 رو میخونم. پس همچون فرزندان عزیز از خدا سرمشق بگیرید و با محبت رفتار کنید، چنان که مسیح هم ما را محبت و جان خود را همچون قربانی هدیه افرادی در راه ما به خدا تقدیم نمود. این آیه این قسمت 5 بود. تنها راه نجات ما اینه که خدا بیاد برسه. هیچ راهی دیگه وجود نداشت. چرا گناه در نفس بود؟ چرا که گناه در زاد و ولد انسانیت؟ چرا که آلوده شده بود. اون نطفه آلوده شده بود به گناه و هر چقدر زاد و ولد و انجام می اومد گناه هم همراه خودش. ما اگر دقت کنیم نگاه کنیم، گفتم یه بار چند وقت پیش هم گفته بودم، نگاه کنیم به سفر پیدایش که نگاه کنیم، بعد از اینکه خدا آدم و حوا را از باغ بیرون کرد، نطفه خودش رو بیرون نشون داد در 2 برادر آبی رو.
همدیگر را یکیشون دیگری را کشت. اولین قتلی که اونجا در نفس انسان به وجود اومد از اونجا آغاز شد. اولین ازدواج زن و مرد را خداوند حق کرد در باغ عدن، همسی که اون باغ بزرگ هم بوده، و بعدش اومد بیرون نطفه و اون نطفه نشون داد که انسان دشمن انسانه. اونایی که الان داره میریزه در لبنان، فلسطین، ایران، افغانستان، هر جا که میبینید خوی درندگی در انسان ها به داد میزنه. به دنیا زیر لعنت است نزد خود و انسان نمیتونه تا به قول عیسی مسیح به نبی گفت تا از نو سر مولود نشی نمیتونی با خدا دوستی برقرار کنی. برای همین هم است که کتاب مقدس میگه ایمان بیار، تولد روحانی پیدا کن و تو نجات خواهی میدن. این و هم میرم برای قسمتی دیگه که از آخر جمع‌بندی اینا هم انجام بشه. میرم رومیان باب 8 رو لطفاً اگه دوست داشتید بیارید. رومیان باب 8. آیا رو بیارم بدید شما اذیت شدید. خب رومیان باب 8 1 تا 8 رو میخونم. دقت کنید این قسمت خیلی خیلی قسمت مهمیه. اگر میتونید منزلم بخونید. این آیه‌هایی که من اگرم بعد از این که من سخنان تمام شد لطف کنید بیاد من آیه ها رو باز میتونم بهتون بدم برید مطالعه کنید. پس اکنون برای آنانی که در مسیح عیسی هستند دیگر هیچ محکومیتی وجود نیست. هیچ محکومیتی نیست. چقدر راحت کرد ما، ولی جریمه سختی رو پرداخت کرد خدا. قدر این مسافت رو، قدر این هدیه خدا را بدونید قیمتش خیلی گزافه. من وقتی یه چیزی رو دارم تو خونه میدوزم باور کن سوزن تو دستم میگیره نمیدونی چه دردی میکشم که ما بیش شما خودتونم که دستاتون تو چیز شده ولی نمیدونی چه درد. این چه قیمتی پرداخت کرد خداوند برای نجات من و نجات شما که با خودش آشتی. اینه که میگن محبت را از طریق صلیب بشناسید. محبت عیسی مسیح را بدون هیچ قید و شرطی از روی صلیب بشناسید. اونجا محبت باید ببینید که چه محبتی به همسایه، به دوست یا به فامیل یا به آشنات میخوای انجام بدید بدون قید و شرط. همون محبت آکابت خود. دوباره این آیه رو من پس اکنون برای آنانی که در مسیح عیسی هستند دیگر هیچ محکومیتی نیست. زیرا مسیح عیسی قانون روح حیات مرا از قانون گناه و من آزاد. ما دیگه آزاد شدیم. ما از گناه آزاد ولی دیگه باید کوشش کنیم که چیکار نکنیم؟ گناه نکنیم. گناه نکردن هم خیلی راحت، خیلی آسونه. من اوایل ایمانی خودم چندین بار خوردم زمین. راست بگم چندین بار، شاید خیلی از ایمانداران بوده خوردن زمین، ولی پدر در رو اومد به من گفت بلند شو با تو کار دارم. بلند شو بگم چه کار کن. من از زانوها افتاده بودم با زانو زوره بلند شدم و توانستم به قدرت عیسی مسیح بلند شم و از نو مسافت را ادامه بدم. یه مقداریش که نتونستم ولی اون من بلند کرد. از مسافت چندین گام من برد به جلو و من قدرت گرفتم و دوباره مسافت را دنبال کردم. برای شما هم هست، مطمئن باشید. گناهان گذشته ما طبق 3:16 انجیل یوحنا، زیرا خدا اونقدر محبت کرد که جهان را محبت
پسر یگانه خدا داد و هر کی به او ایمان آورد حیات نگرد و حیات جاودان. پس گناه ما اینجا بخشیده شده. گناه قبلا به ایمان آوردن اون قبل از ایمان ما بخشش خوردیم، تمام شد. ولی باید مراقب باشیم که گناه نکنیم و گناه را مگر بخوایم بشناسید از صفر پیدایش بشناسید. گناه نه دزدی بود، نه مشروب خوری بود، نه خیلی معذرت میخوام فلان بود، نه فلان بود. گناه کتاب مقدسی نااطاعتی بود. ببین خیلی سخت‌تر از کتاب‌های مذاهب دیگه است. خیلی سخت‌تر از دیگه. چرا که خود عیسی مسیح میگه اگه با چشم بد به کسی نگاه کنید هر دم گناه کرد. پس خیلی سخت‌تر. گناه ولی باها باید تبدیل شد و این راحت ترین چیزی که هدیه بگیرید از خدا روح القدسه. روح القدس اون قدرت و حرکت رو میده. اون قدرت به توان بازوان روحانی شما رو قوی میکنه و اون بازوان و عضلات ما روحانی ما که قوی شد ما میتونیم فتح کنیم، میتونیم دست رد بر گناه بزنیم. مشروط برای اینکه تولد روحانی داشته باشیم. کوشش برای تولد روحانی. چون اون چه شریعت قادر به انجامش نبود، از آن رو که به سبب انسان نفسانی ناتوان بود، خدا به انجام رسانید. او پسر خود را به شباهت انسان گناهکار فرستاد تا قربانی گناه باشد. گناه ما بخشیده شد. یادتون باش ای نگید خدایا من گناهکارم، من گناهکارم. اگر ایمانت واقعی، اگر تولد روحانی داری و اگر اینا همه رو داری که داری، شما که همین جلسه می‌بینید داری، ولی بگید خدایا در این مسافتی که تو با تو هستم دست منو بگیر، دست منو بگیر تا من تقویت شم به سمت گناه. زبان منو مهار کن، لبهای منو با آتش روح القدس بسوزان، چون ناپاک لبم. اینا رو بخواد خدا، اینا رو بطلب. خدا گفت در بزن، در به روی تو بازشه. باور کنید من اینا همه رو گفتم. تمام اینا در اون شروع زندگی ایمانی مرتباً گفتم که الان اینجا ایستادم. بدین سان در پیکر بشری حکم محکومیت گناه را اجرا کرد. مال من شما بود. تا اون چه شریعت مطالبه می کند در ما تحقق یابد. در ما که نه بر طبق نفس بلکه بر طبق روح رفتار میکنیم. آنانی که نفسانی هستند به آن چه نفس هست میاندیشند. اینه که میگم تولد روحانی. اینه آنانی که نفسانی هستن میرن. الان ببین مثل یک مثال کوچیک بزنم در همین جمعیتی که الان هستید. ببین روز تعطیله، روز خوبیه، آفتابی فلان، شما میتونستید برید جاهای دیگه برای خودتون لذت ببرید، تفریح کنید، ولی این حق رو به خودتون دادید که این ساعت رو برای خدا قربانی کنید. این ساعت تفریحتون رو قربانی کنید و این هدیه رو به خدا بدید. به اینجا باشید که کلام خدا را بشنوید، به هدایت بشید در یک مسیری که خدا برای آینده شما سرمایه گذاری کرده. این دنیا میره، تموم شده است، تموم میشه. میبینید شما دنیا فامیل ها، بستگان که مسیر رو نداشتن رفتن، شما هم افسوسش خوردید. ولی بچسب مسیر رو ول نکن، بچسب مسیر رو تا سعادتمند شوید، تا رستگار شوید، تا بتونی بچه ها تو رستگاری هدایت کنی، کوچیکان تو تربیت کنی در مسیر خداوند. طرز فکر انسان نفسانی مرگ است. طرز فکر انسان نفسانی مرگ.
اما این اما رو همیشه من ماده رو خیلی نمیدونم. اما طرز فکری که در سیطره روح قرار دارد حیات و آرامش است. این است تولد روحانی. این است گام زدن، قدم برداشتن با عیسی خداوند. زیرا طرز فکر انسان نفسانی با خدا دشمنی می‌ورزد. پولس هم همینه. میخوام کار خوب نمیتونم. میخوام برم به سمت کار نیک نمیتونم. اتوماتیک کار کنم. چرا؟ هوای نفس است. ما باید بکوشیم کلام رو. من به شما قول میدم. من اینو تو زندگی خودم واقعا لمس کردم. شهادت اینو میدم. این کلام رو شما اگر این کلام رو بخونید در طول هفته روزی یه بار خواهش میکنم برای نجات خودتون، فرزندانتون، زندگی آیندهتون، در هفته یک بار، 2 بار بخونید. به یک ساعت معینی رو با خدا قرار ملاقات بزنید. صبح خواب میدونم خیلی مشکل صبح، ولی خدا میگه ساعت نوبرتو به من. اگر ساعت نوبرت به من بگیرم که تو چه خدمتگزاری عزیز است. صبح نشد 10، نشد 9، نشد ظهر، نشد شب، ولی کلام رو بخون. تنها راه نجات انسان خواندن کلام. چرا؟ چون در عبرانیان باب 6 میگه کلام من مثل شمشیر دوزن تیره، هر مفصلی را از استخوان جدا. منظورش گناه. هر گناهی رو از ذهن و افکار و دل من پاک. پس بنابراین کلام مهمه برای تولد روحانی و برای نجات خودت خانواده. زیرا طرز فکر انسان نفسانی با خدا دشمنی می‌ورزد، چرا که از شریعت خدا فرمان نمیبرد و نمیتواند هم ببرد. پولس هم همین. و کسانی که در سیطره نفس هستند نمیتوانند خدا را خوشنود کنند، حتی بطلان. پس خارج شیم از هوای نفس، خارج شیم از روح نفسانی. اون روح روحانی را تقویت کنیم با خوندن. مرسی که به حرفای من گوش دادید. سلام رو خم میکنیم. دعا کنیم. خداوند را شکر میکنم پدر، ممنونم، سپاست میگم خداوند را تا که من گم شده را خداوند را تو تعلیم دهی. من گناهکار را که خداوند قبل از ایمان خداوند را به تو گناه می‌ورزیدم. خداوند را همیشه میگم در گناهان خداوند مرده بودم. قبل از که به عیسی ایمان بیارم من مرده متحرک بیش نبودم. از نظر چشم، گوش، حتی چشم و گوش قلب من خداوند را کوه بسته بود. و وقتی با ایمان دلم، ذهن و تمام وجودم به عیسی مسیح ایمان آوردم، خداوندا تو این هدیه رو قدسه که بهترین هدیه بود به من داد تا من بتونم از این شریعت بتونم خودم بیرون بکشم و تو گناهان بخشیدی روی سر به ما را صلح آشتی دادی ای عیسی مسیح با پدر آسمانی. خداوندا آرزو دارم این پدر آسمانی میطلبم از خداوند این صندلیایی که خواهر و برادران من نشسته خداوندا برای اونها دعا میکنم. این پدر میخوام که با تمام قدرت در بین ما هستی و میخرانی. خداوندا میخوام مست تو اینجا بریزی در این کار عزیزم ای خداوند و کمکشون کنید تا این صحبت هایی که کردن در قلب به فکرشون بنشینید و خداوند ثمر بیاره 30، 60، 100 چندان مخصوصا در این نجات خود و خانواده شد. خداوند اونها را با زرع خودت بپوشون، با زرع خودت بپوشون. تک تک این خانواده من همه‌شون رو به آسمان مبارک بکنید در نام عیسی عزیز خدا. آمین.